السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، امروز با یکی از سوال‌هایی که یک چند مرتبه پرسیدن به اون جواب می‌دهیم. میگویند که ما در روسیه قرار داریم و بسیاری از برادران وقتی نماز خواندنی میشوند به طرف آفتابشین نماز میگذارند، همون طرف را قبله گمان میکنند و البته در جای ما در تاجیکستان همین عقیده پهن شده است که بسیاری ها گمان میکنند که قبله همون طرفی است که آفتاب نشین است. و البته یکی از شرط ها و رکن های نماز این چی است؟ روی آوردن به طرف قبله است. برادران عزیز، الله تعالی در سوره بقره برای پیامبر صلی الله علیه و سلم و همچنین به امتان پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کرده. در سوره بقره چنین می‌فرماید: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام و حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. الله تعالی میگوید به پیامبر صلی الله علیه و سلم: ای پیامبر، براستی که ما گردانیدن روی شما را به سوی آسمان، که پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریبا سال دوم هجری بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دلشان میخواستند که قبله از طرف بیت المقدس، از طرف مسجد اقصی به طرف مسجد الحرام به سوی کعبه مشرفه گردانیده شود. الله تعالی در این آیت این را بیان کرده ایستاده است که پیامبر، ما میدانیم که شما رویتان را سوی آسمان میگردانید و میخواهید که قبله به طرف کعبه گردانیده شود و آن چیزی که شما دوست داشتید ما همان را چیکار میکنیم؟ قبله را میگردانیم. فولی وجهک شطر المسجد الحرام. اکنون شما وقت نماز خواندن چیکار کنید؟ رویتان را طرف مسجد الحرام، طرف کعبه بگردانید. و حیث ما کنتم، و هر کجای میروید، فولوا وجوهکم شطره، شما رویتان را طرف قبله، طرف کعبه، مسجد الحرام روی آورده نماز بخوانید. بنابراین روی آوردن طرف قبله چی است؟ یکی از رکنهای نماز است. خب دوستان عزیز، اکنون آیا آفتاب همون طرفی که آفتاب غروب میکند، آفتاب می نشیند، آیا طرف قبله است؟ اگر دوستان عزیز ما در عصر 21 قرار داریم، این چیز برای ما و شما یک چیزی معمولی باید باشد. امروز خیلی در علم جغرافیا، در علم مثال استرونومی و این چیزها خیلی پیشروی شده است، یک چیز معمولی است. ولی با وجود این هم تکرار میکنیم، تأکید میکنیم که برادران عزیز، تنها در یک سال یک روزهای معین، همون هم باشد در تاجیکستان چی است، در روزهای زمستان آخر ماه دکبر قبله آفتاب نزدیکی به طرف قبله می نشیند. اما در روزهای تابستان و در دیگر روزها تقریبا زیاده از 25 درجه چی است، قبله از آفتاب نشین فرق میکند. در روسیه باشد برادران عزیز، مثلا در مسکو، ما این تصویرها را میمونیم در اکران، تصویر را ببینید که در مسکو قبله 198 درجه چی است، در جنوب و غرب است. اما غروب آفتاب چی؟ غروب آفتاب 270 درجه طرف غرب است. یعنی فرقیت را ببینید، 70 درجه فرق کرده ایستاده است. نفری که در روسیه، برادران مهاجری که در روسیه قرار دارید، در مسکو باشد یا در پیتر، در هر منطقه های روسیه که قرار دارید، برادران عزیز، امروز کامپاس دارد تلفن های ما و شما، یا مسجد میروید، چقدر پریلاژنیا ها هست که قبله را نشان میدهند. بعضا بله درست بعضی برنامه های هست که خطا نشان میدهند، اما بعضی برنامه های هست که شما میروید و مثلا یک هفته یک بار نماز جمعه وقت مسجد میروید، میتوانید سنجید که آیا همون برنامه‌ای که شما دارید در دست دارید قبله را درست نشان میدهد. با قبله مسجد شما مقایسه میکنید، وقتی درست نشان میدهد، هر جا که میرید همون کامپاس در دستتون است. امروز تلفن موبیلی در دست همه هست، میتوانید قبله را با آسانی. بعضی برادران میگویند که سبحان الله ما نشان میدیم، اما همین اعتقاد، همین عقیده در ذهن آنها جایگیر شده است که کجای آفتاب نشین است
همون طرف قبله است. نه، این خطا است برادران عزیز. گواه می شود که چنانه که نشان دادیم 70-80 درجه. یا تصور میکنید مثال طرف، اگر طرف امریکا باشید یا کشورهای باشید که قریب 180 درجه قبله از آفتابنشین فرق میکند برادران عزیز. انسانی که آفتابنشین میخونه 180 درجه چی است از قبله فرق میکنه. بنابراین برادران عزیز، شاید وقت مثال چندین سالها پیش مثال ملاها یا همون کلان سالهایی که میگفتند که طرف آفتابنشین بخوان، همون روزهای معین زمستان را در نظر داشتند که تقریبا 7-8 درجه چی میکرد؟ فرق میکرد. یعنی نزدیک به قبله آفتاب چی میکند در همون روزهای معین سال نزدیک به قبله غروب میکند. و همچنین در بعض حدیث های صحیح آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اهل مدینه گفتند که ما بین المشرق و المغرب، قبله ما بین مشرق و مغرب است گفتند. یعنی از این حدیث اهل علم میگویند که کسی که در مکه در مسجد الحرام در داخل مسجد باشد، یعنی در نزد کعبه باشد، او باید عین قبله را، یعنی 100% به کعبه نگاه کرده باید نماز خواند. اما نفری که دور از مکه است، در مدینه است یا در کشور دیگر است، به طرف قبله، شرط نیست که 100% به همون قبله باشد، یعنی یک درجه های معین اگر خطا کند هیچ گپ ندارد. اما امروز خیلی که گفتیم کمپاس ها وجود دارد، انسان میتواند چیکار کند؟ با همون کمپاس قبله را یافته به طرف قبله نگاه کرده نمازش را خواند. بنابراین اهل علم گفتند که انسان اگر بناهن بر همون حدیثی که ذکر کردیم، انسان اگر زیاده از 45 درجه از قبله خطا کند، قبله را خطا کند، نمازش چی است؟ باطل است و قبول نمی شود در نزد الله تعالی. و حالا که ما دیدیم که در مسکو آفتاب غروب آفتاب 70 درجه از طرف قبله چیکار میکند؟ فرق میکند. در این حالت انسان 70 درجه اگر قبله را خطا کند، البته نمازش چی میشود؟ نمازش باطل میشود. بنابراین برادران عزیز، بازم تاکید میکنیم که شما در نمازهایتان احتیاطکار باشید. باید ما و شما قبله را سنجیده پرسیده چیکار کنیم؟ نماز گذاریم، تا اینکه یکی از رکنهای دینی ما و شما که نماز است، این رکن بزرگترین و این ستون دینی ما و شما به درگاه الله تعالی قبول بشود و پذیرفته شود، ما و شما بسیار احتیاطکار باشیم. الله تعالی را دعا کنیم که الله تعالی تمام عبادت های ما و شما را، مخصوصا نماز ما و شما را به درگاهش قبول بگرداند و تمام عبادت های ما و شما را صحیح بگرداند تا نوار آینده. الله نگهبانتان باشد.